الله الرحمن الرحیم. خب رسیدیم به قسمت چهارم از داستان نصیبه بنت کعب یا ام عماره یا نصیبه، فرق نمیکنه. در اون داستان به اینجا رسیدیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نقل کرد که ما برای جریان صلح حدیبیه است ام عماره که ما داشتیم قدم میزدیم راه میرفتیم با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، یعنی اونجا بودیم. به این پیامبر اومده و عثمان رو فرستاده بود برای گفتگو به مکه، اما خبر آورده بودن که عثمان رضی الله عنه رو کشتن. پیامبر میگه اومد بین ما و من داشتم میدیدم. پیامبر گفت که مثل که عثمان کشته شده و خدا فرمان داده شما با من بیعت کنید برای جنگیدن. میگه من دیدم که همه آمادند و بالاخره شمشیرهاشون کشیدند و برای من چاقویی داشتم و چاقوی خودم رو محکم تو دستم کرده بودم و میدیدم رسول خدا صلی الله علیه و سلم با مردم بیعت میکنه و عمر دستش رو گرفته بود و با اونها بیعت میکرد برای این مضمون که کسی در این میدان جنگ فرار نکنه، چون صحنه خیلی حساس بود. اینقدر این بیعت نزد الله رب العالمین ارزشمند بود، این بیعت در صلح حدیبیه، چرا که در واقع حضرت عثمان کشته نشده بود ولی خبر این گونه آورده بودن که اینا عثمان رو نگه داشته بودن. این بیعت با این شرایط جنگی علیرغمی که گفت شما احتمال داشت که همش نابود بشن، کشته بشن، اینقدر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود که آمادگی اینا برای دفاع از اسلام که خداوند اونجا آیات رو نازل کرد. آیه 18 از سوره فتح رو، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، خدا راضی شد از همه این مؤمنانی که امروز زیر این درخت با تو بیعت کردن. فعلم ما فی قلوبهم، خدا میدونست تو قلب‌های اونها چیه. فانزل السکینه، آرامش رو بر قلب‌های اینا فرستاد، چون شرایط جنگی حساسی بود. و اثابهم فتحا قریبا، و پیروزی بزرگی رو خداوند نصیب اینها کرد. خب ام عماره هم در این شرایط بود. این فضیلت هم شامل حالش شد که در صورت نقل شده که ام عماره میگه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم سرشون رو تراشیدند و مردم هم در اون زمان بالاخره اون هم سرشون تراشیدند و قربانی‌هاشون رو انجام دادند. و حالا بحث این بود که برخی از صحابه موهای پیامبر صلی الله علیه و سلم رو میگرفتن به تبرک، که ایشون میگه من هم مقداری از موهای پیامبر نصیب حال من شد. اما میریم سراغ جنگ خیبر. پیامبر کریم صلی الله علیه و سلم برای جنگ با یهودیانی که پیمان شکن بودن در خیبر حرکت کرد و خب در اونجا هم 20 تا از زنان مسلمان همراه شدن، از جمله ام المؤمنین ام سلمه و ام عماره. همین نصیبه ما هم جزو همین گروه زنانی هست که در اونجا هستن و تعداد دیگه از زنان مهاجران و انصاری که هستن. در خیبر هم بالاخره پیروزی نصیب مسلمانان شد و مسلمانان بالاخره غنایم زیادی گیرشون اومد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم به زنانی که باهاشون بودن از اون غنایم هدایایی رو دادن. نکته خیلی جالبی هست که ایشون نقل میکنه که یک لباس گرانبهایی رو به من دادند و دینارین طلا بهم دادند و که میگه که برادرش عبدالله ابن کعب میگه من دیدم در گردن ام عماره یک گردنبندی قرمز رنگ هست. ازش سوال کردم این داستانش چیه؟ گفت که برای این گردنبند رو در جنگ خیبر که مسلمانان پیروز شدن، غنایم رو به دست آوردن، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به من در اونجا هدیه دادن. اما در عمره‌ای هم که قضایی پیامبر داره، در اون عمره هم می‌بینید که ایشون همراه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هستش تا ایشون هم از همین ثواب بهره مند بشه. و ایشون تعریف میکنه که میگه من در اون عمره قضایی با رسول خدا صلی الله علیه و سلم بودم و همجوری در حدیبیه با پیامبر شاهد بودم و پیامبر رو میدیدم وقتی که به اون کعبه یا بیت الله رسید و روی اسبشون، روی همون راحله خودشون، شترشون، هرچی بود، عبدالله ابن رواحه بود که این بالاخره زمام شتر رو داشتن و توصیف میکنن که مسلمان ها در اونجا چگونه حج کردن و ام عماره این صحنه رو تعریف میکنه. میگه بالاخره خیلی از اون افراد در اون حادثه و الان مردن، بعضیا بالاخره شهید شدند و من نمیخوام حالا زیاد وارد این قسمت ها بشم، اما بریم از نگاه دیگری از صفحه دیگری از جانبازیشون در جنگ حنین هست که ام عماره میبینیم در اونجا هم کم نمیاره، مثل قهرمانان میجنگه و ام عماره در این جنگ هم از خودش شکوه دیگری رو نشان میده که 2 نفر از مشرکین رو میتونه بکشه و در کنار جنگ خودش پسرش عبدالله و حبیب هم هستن. و این هم یک تصویر دیگری بود از حضور ایشون در میدان جنگ و شرایطی که هست. من بخوام همین جزئیات رو بگم فرصتمون محدود و باید این رو اینجوری ذکر کنیم. ایشون میگه که
در اون روز هم مردم بالاخره تعدادی باز عقب نشینی کردن، تعدادی داشتن فرار میکردن. من بودم 4 تا زن بودن، در دستم یک شمشیری بود و ام سلیم با من بود، اونم یک خنجری داشت و که خنجر رو گرفته بود در دستشو و میگه ام حارس بود و فلانی اینها بود و من فریاد میزدم در بین انصار که برگردید چرا دارید شما فرار میکنید و نگاه میکردم به یک مردی از هوازن که بر یک شتر آبی بود، یک پرچمی هم داشت و این در بین مسلمانان این حرکت میکرد. میگه من به طرف اون رفتم این زانوهای شتر رو زدم و این شتر میگه خیلی بزرگ و بلند بود، شتر افتاد، اون مرد هم افتاد و خیلی افتادنش براش سخت بود. میگه اینقدر من اینو زدم اونجا با هم شمشیر تا اینکه این دیگه در اونجا بالاخره مرد و من حتی اون شتر رو هم دیدم که داره بالاخره جان میده و میمیره. میدان جنگ دیگه، اساسا این تصاویر درش دیگه نمیشه اونجا بگیم که به گونه دیگه نه. در تصاویر جنگی باید واقعا تصاویر جنگی باشه، نباشه نکشی میکشنت. اون هم وقتی که اون افراد و بدخواهانی که بودن. میگه شطور خلاصه پشتش افتاده داشت میمرد. میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو دیدم که ایستاده و شمشیر در دستشو و فریاد میزنه یا اصحاب سوره البقره، ای یاران سوره بقره. دیگه مسلمانان دیگه میگه حمله کردند و بالاخره این سپاه مسلمانان پیروزی رو آوردند و صحنه رو نقل میکنه که بالاخره به پیروزی کشید و دشمن در این جنگ شکست خورد و ایشون اشاره میکنه که پسر من عبدالله حتی اسرایی رو آورده بود، کسی دیگه ای رو من در بین اسرا که آدم کشته بود و بالاخره انتقام ازش گرفتم. و تا اینجا که ایشون نقل میکنه که ما دوباره بالاخره برگشتیم و پیامبر هم تازه میگه یک سهمی هم به همه اونجا در اون جنگ داد. و خب این تصاویر من نمیتونم اینقدر سریع ناچارم ازش عبور کنم که خودم تعجب میکنم که چطوری دارم با این سرعت از کنار اینها میگذرم و این زیبایی ها رو نمیتونم براتون به تصویر بکشم. نکته خیلی جالبیه که آزمایش بزرگی ایشون درش قرار میگیره در مورد شهادتش حبیب ابن زید، شهادت فرزندش حبیب ابن زید که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حبیب ابن زید رو برای به سمت این مسیلمه کذاب میفرسته. مسیلمه کذاب ادعای پیامبری کرده بود، نقشه‌ای داشت، توطئه‌ای داشت، بارها من اینو نقل کردم، بارها هم داستانش رو شنیدید. اما وقتی که این به نظر مسیلمه کذاب میره، مسیلمه کذاب ایشون رو دستگیر میکنه، علیرغمی که ایشون با سفرا نباید این گونه برخورد بشه، کسی به عنوان سفیر میره، اما این برخورد رو میکنه و ایشون رو به اسارت میگیره، میگه تو شهادت بده من پیامبرم. ایشون شهادت نمیده و داستان حبیب ابن زید ما در این مجموعه داستان ها نقل کردیم که ایشون میگه بله من شهادت میدم، محمد رسول الله است، با در برابر اون شهادت نمیده و اینو به تمسخر میگیره و اینقدر حبیب ابن زید در اونجا از خودش قهرمانی و شهامت ایمان خرج میده و تمسخر میکنه این مسیلمه کذاب رو که در اونجا مسیلمه کذاب این رو تکه تکه میکنه و به شهادت میرسه. وقتی که این خبر به ام عماره میرسه، خبر شهادت فرزندش، ایشون تصمیم میگیره که در قتل مسیلمه کذاب شرکت بکنه، یا اینکه خودش بمیره یا این بتونه اون رو بکشه. و البته میگه من راضیم به قضای خدا، هر چی که خدا برای من فراهم بکنه و من صبر میکنم، صبری زیبا، و من نذر کردم هم خودم هم فرزندانم و هر چی دارم در راه خدا، چرا که ما به دنبال بهشت و نعمت‌های بهشتی و رضایت الله هستیم. و همین که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای خانواده ما دعای خیر و برکت کرده و ما راضی هستیم. در هر صورت رسول خدا صلی الله علیه و سلم از دنیا رفت در حالی که از ایشون، از فرزنداش راضی بود. ابوبکر صدیق رضی الله عنه سپاهی رو برای مقابله با مسیلمه کذاب فراهم کرد که در تلیعه این سپاه ام عماره نصیبه ما مازنیه در این جنگ شرکت داره. خالد ابن ولید هم فرمانده این سپاه. ابوبکر به خالد میگه بالاخره هوای ام عماره رو داشته باش، مواظبش باش. خب ایشون هم سنش بالا بود و ام عماره در هر صورت در اون میدان جنگ مبارزه میکنه، تلاش میکنه، حتی دستش قطع میشه، اما تا اینکه بالاخره مسیلمه کذاب کشته میشه و ایشون در کشته شدن مسیلمه کذاب مشارکت داره و شاهد این صحنه هست. و خالد ابن ولید هم دیگه بعد از این ایشون رو مداوا میکنه، ایشون رو بالاخره مدینه میارن. ابوبکر صدیق رضی الله عنه از ایشون سر میزنه و این صحنه هایی است که
نمیشه به راحتی ما از کنار این تصاویر بگذریم، از این قهرمانی ها. ایشون میگه که بله دست من در اون روز قطع شد و من توجهی نکردم، به نزد پسرم رفتم، خب میدان جنگ بود، صحنه جنگ تعارف توش نیست، دیدم که مسیلمه کشته شده و اون داره خون از شمشیرش پاک میکنه، اینجا من خدا رو شکر کردم. بله این قهرمان مجاهد ما بعد از این جنگ بالاخره اومد و حتی نقل شده برای اینکه بتونن خون رو بند بیارن در روغن داغ گذاشتن که این قرار دادن در روغن داغ، میگفتن خودش از قطع شدن دست دردش بدتره، اما همه اینها رو میگن به خاطر دین خدا پذیرفتن. و نقلی که اینجا حالا مواردی نقل میشه در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که میگه که عمر نقل میکنه که میگه که وقتی که بحث از عماره هست، میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مثلا روز احد روز عماره هست، چرا که پیامبر گفت من نه به راستم نگاه میکردم نه به چپم، به راستم نگاه میکردم عماره رو میدیدم، به چپ نگاه میکردم عماره رو میدیدم که داره از من دفاع میکنه. و اینجا بود که عمر هم خب همیشه سعی میکرد که این توجه رو داشته باشه و بحث قرآن هم هست، تلاوت قرآن و حفظ قرآن، پایداری ایشون در دین و مواردی که نقل شده، همه اینها مواردی که در فضیلت عماره و نصیبه وجود داره و بشارت ایشون در بهشتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در اونجا به اینها بشارت داده، چه در بیعت عقبه، چه در شرایط دیگر و چه در اون جنگ احد که اونجا گفت یا رسول الله برامون دعا کن. حضرت پیامبر دعا میکرد، گفت نه بخواه که ما در بهشت همراهت باشیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت نگران نباش، شما و خانواده من از خدا میخوام که در بهشت خانوادت در بهشت همراه ما باشید. این گوشه از تصاویر و زیبایی های زندگی صحابی بزرگوار نصیبه مازنیه یا نصیبه بنت کعب یا نصیبه بنت کعب یا عماره بود. خب همه شما عزیزان رو تا روز دیگه فرصت دیگه به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.